هوش مصنوعی رو قدرت بده. تا حالا فکر کردی کامپیوترها چطوری انقدر باهوش شدن؟ میخوای بدونی هوش مصنوعی چیه و چه کاربردهایی داره؟ پس با من همراه باش. هوش مصنوعی یعنی اینکه به ماشین‌ها یاد بدیم مثل انسان‌ها فکر کنن و تصمیم بگیرن. یعنی بهشون قدرت حل مسئله یادگیری و درک بدیم. خیلی باحاله نه؟ این کار رو با استفاده از الگوریتم‌ها و داده‌های خیلی زیاد انجام میدیم. هرچی داده‌ها بیشتر باشن، هوش مصنوعی هم بهتر یاد میگیره و دقیق‌تر عمل میکنه. هوش مصنوعی همه جا هست. از پیشنهاد فیلم توی نتفلیکس بگیر تا ماشین‌های خودران و تشخیص چهره توی گوشیت. حتی توی پزشکی هم داره استفاده میشه برای تشخیص بیماری‌ها و پیدا کردن درمان‌های جدید. تصور کن چه آینده‌ای در انتظار مونه. هوش مصنوعی داره روز به روز پیشرفت میکنه و آینده خیلی هیجان انگیزی داره. ممکنه یه روزی ربات‌ها کارهای خیلی پیچیدهایی رو انجام بدن که الان فقط انسان‌ها از پسش برمیان. البته باید حواسمون باشه که ازش درست استفاده کنیم و خطرات احتمالی رو هم در نظر بگیریم. اگه میخوای بیشتر در مورد هوش مصنوعی یاد بگیری، همین الان این ویدیو رو لایک کن و کانال من رو سابسکرایب کن. توی ویدیوهای بعدی بیشتر در موردش صحبت میکنیم و به سوالات شما جواب میدم. منتظرتم.